بابا سمیر باز کجا روان هستی؟ والا بابا من یک خواهش دارم مرکی که پورا کت برش 1 لک روپا میتونم. چی از خواهشت؟ او با ما 2 لک روپا بده. میخواستم شم باشم و تا آخر عمر برات بسوزم ولی نامرد دیدسون برق اختراع کرد دل سرباز بله. ای چی؟ تفنگ. ای تفنگ نیست، ای خوارت است، ای مادرت است، ای ناموست است. درست. سرباز بله. ای چیز؟ این خوار مادر عزیز. اشمت چی میکنی؟ باش که بعد از 2 روز بعد 3 روز بعد اول تیک تاک بگیریم چی خبرات. امشب شب من ایست خوره. چقدر بوی میتی تیک تاک به خدا بسته گوزی ها پر شده در تیک تاک. شما مثال پیجا آقا بگو. در کو کاغذهای تشناب استفاده میکردن کت پلاخ. شما مثال پیجا آقا بگو. کت دست در کو بالا میشن. چی؟ کت دست در کو بالا میشن. بلا کش چوک چی؟ کت دست در کو بالا میشن. کت الفای کتی رو بگو. کت دست کافتی در کو بالا میشن. برو تو چی میگی؟ سمیر جان وقتی که خورد بودی بزرگترین آرزوی چی بود؟ بزرگترین آرزوی من بود وقتی کلان شدم به غریبا کمک کنم. این حالا کلان شدی؟ حالا خودم غریب هستم. اینقدر دوست رفیقی که من دارم نخواد هیچ کس داشته باشه. هم یک تاش هوشیار نیست او به لحاظ قرآن چیزی که بیعقل چیزی که گنگس گول از خدا نصیب نکرده. توفت ایتالی. چرا کفر روان است؟ بابا دین روز ننه ما روان کردیم خانه دخترم سعید ما خواستگاری که دختر همسایه ما رو برای ما بگیره. این خوب بسیار کار نیک است. او دختر همسایه ما بر ننه گفته که از این بچه تان دیگر رنگش نداره.